با عرض احترام درود و سلام به فرد شما بیننده زکی تلویزیون سفینه. دوستان عزتمند، تصمیم گرفتیم گروه ایجادی برنامه که این هفته اطراف موضوع رسالت آموزگار و آموزش نسل جوان به علم، توجهشان به علم آموزی برنامه تهیه بسازیم. خب دوستان نهایت گرامی قدر ما دعوت نمودیم یک زمره آموزگاران و نماینده های ساحه معارف را از ولایت ختلان که اطراف این موضوع با ایشان صحبت خواهیم کرد که وضع چگونه است در مکاتب های ولایت ختلان. من شما را خوش آمدید میگویم به استودیو تلویزیونی سفینه. نخست خواهش میکنم اطراف سوال اونه که ببینید دیگر زمانات در حال رشد است و نسل نورس و جوان امروزه ما واقعا یک ذهنی برو، هوش و گوش و فهمش خیلی عالی دارند. از این رو البته خواهش هایشان را قانع کردن دیگر گمان میکنم که این رسالت آموزگار و رسالت همگی ما و شما هست. چگونه؟ ببینید امروز با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سمت معارف یکی از سمت‌های کلیدی به حساب می رود و قریب که در تمام شهر و ناحیه های وطن جان و جانمان تاجیکستان آفتابی مکتب های میانه، دبستان ها، خب دانشگاه و دانشکده ها فعالیت میکنند که این واقعا از غمخواری پرزیدنت محبوب کشور ما در سمت معارف و نسل جوان و عموما مردم کشور می باشد. خب امروز شما نماینده های ساحه معارفی ولایت ختلان چگونه میتونید بگویید که وضعی علم آموزی، وضعی مثلا خوانش و دانش و از برکنی نسل جوان و نورس ولایت ختلان در سمت علم چگونه است و شما از کدام اصول ها کار میگیرید، از کدام طرز درس میگویید به خوانندگان، به نورسان و جوانان؟ خب اگر سوال فهمو باشد خواهش میکنم بلندگویک در اختیارتون مرحمت پاسخ بگویید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب علی گشته و برگشته در هر یک وخوری، در هر یک ملاقاتشان با زیویان با فعالان مراجعت کرده میگویند که باید به ساحه معارف توجه خاصه داد. بله. و این باوری دارم که وقتی که میشنویم ما، وقتی که گوش شنوا هست، وقتی که در عمل اجرایش هست، باید ما اجرا کنیم. و در قطار غمخواری های جناب علی من گفتنی هستم که ما در مؤسسه هر روز با خوانندگان اویدی فنهای دقیق ریاضی کاربری می نماییم و مخصوصا به تکنولوژی اطلاعاتی توجه خاص ظاهر می نماییم. و می خواهم که خوانندگان مؤسسه، خوانندگان تمام جمهوری از علم تکنولوژی پیش روند، چون که زندگی شخص روزگار با یک دهقانی و با یک کشاورزی پیش نمی رود، با یک چارواداری پیش برده نمی شود. باید ما جوانان رو چنین تربیت نماییم که علم و تکنولوژی رو درست فهمند و در آینده کارخانه های صنعتی زیاد شود، استحصالات زیاد شود. خب نماینده ساحه معارف خواهش میکنم شما بلندگویک رو گیرید. خب چی گفته میتونه درباره وضع خوانش و از برکنی جوانان و نورسانی که در ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند، زندگی میکنند، درس میخوانند؟ ریاست معارف مقام اجرایی حکومت ولایت ختلان در اساس دستور از پرشوی بیوسای پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و مقام اجرایی حکومت ولایت ختلان یک قطار نقشه و چوبینی خود را براه مانده است که پیوسته با شهر و مقامات اجرایی حکومت شهر نویا، شعبه‌های معارف و مرکزهای اداره و رشد شهر نویاها برای دریافت خوانندگان بالای قد و با استعداد پیوسته کاربری می‌نمایند. این همان زحمت و تلاش به وسیله پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است که امروز در مؤسسه ولایت ختلان قریب با پورا که با تجهیزات‌های نو شد طوری که معلم عزیز گفته گذاشتند کابینت‌های فنی است، سیمفون‌های الکترونیکی هستند که پیوسته خوانندگان فعالیت میکنند. این از اون شهادت میدهد که خوانندگان در آزمون و چهاربینی سطح جمهوری یعنی که اشتراک فعال دارند و موقع ولایت در عرصه جمهوری در یک موقع معین قرار داده هستند. آموزگاران ما که در سطح ولایت نیز با آموزش یعنی که از بالای خود کار کردن تجربه پیش قدم مشغول هستند و پیوسته کوشش میکنند که آن چیزی که مقصدهایی که پیشوای معظم ملت گذاشته شده است عملی گردد و اون تجربه اصولی که در نظریوی از خود نمودن در عملی اجرا نمایند. در حقیقت هنگام ادای
وظیفه‌های خدمتی شاهد حادثه‌های گوناگون می‌شویم و نمی‌توان آن را در یک نشست یا که در یک صحبت بیان کرد. امروز درباره تحولاتی که در ساحه معارف است ما باید یک کتاب سبز نویسیم، نه کتاب سرخ. خواننده ما امروز بسیار دانا است، خواننده ما بسیار پیش رفته است. آموزگارایی داریم که در سطح بین الملل امروز معارف جمهوری تاجیکستان نشان داده ایستادند. لیکن با وجود این بعضی مشکلات ها در ساحه معارف امروز باقی ماندند. کدام مشکلات ها؟ عامل هایی هستند که به این به تاثیر ماندگی نیستند. بیایید با بیننده عزیز یک قدم به عقب می رویم و سالهای 91 تا سالهای 2000 یا از اون این طرفتر گیریم که ما در ساحه معارف چی حالی داشتیم. درست. در مؤسسه های تعلیمی گاه شرایط به آن درجه بود که خواننده فقط به مکتب می اومد. در مؤسسه های تعلیمی بودند که آموزگاران ترک وظیفه کرده بودند و مهاجرت رفته بودند و وقتی که این در آن سالها بود قریب 10 سال ما را گرفت و این 10 سالی که معارف جمهوری تاجیکستان به اون احوال گرفتار شده بود این 100 ساله ها تاثیرش میرسد. آموزگارانی که یا اینکه جوانانی که در اون سالها مؤسسه‌های تعلیمی را ختم نمودند با میدونیم که با کدام دانش ختم نموده بودند، با کدام اصولها ختم نموده بودند و امروز در اکثر مؤسسه‌های تعلیمی تاثیر اون باقی مانده است. لیکن امروز وقتی که شرایط دیگر است، وقتی که جهانی شوی در مرحله جهانی شوی قرار داریم ما و جمهوری تاجیکستان نمیتواند از اون بیرون بوده، امروز ما دیده ایستادیم که معارف تاجیکستان و معارف ختلان که قسم ترکیبی و معارف جمهوری تاجیکستان است قدم‌های استوار و پیش مانده ایستاده است. وقتی که درباره اصول‌های فعال تعلیم سخن میکنیم من بی‌واسطه میتوانم بگویم که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در ولایت ختلان مخصوصا و در جمهوری برنامه‌های گوناگون راه اندازی شده ایستادند. یکی از برنامه‌های بسیار جالب و مکمل این رشد متصل کسبی آموزگاران است که با نشانه‌های خود امروز در سمت رشد معارف قدم‌های استوار نشان داده ایستاده است. وقتی که آموزگار تاجیک، آموزگار دهاتی در آزمون در فرم بین المللی آموزگار نوآور اشتراک میکند و در شهر پورتوی پرتغالیا اصولهای گوناگون، اصولهای نوگانی معارف تاجیکستان را پیشنهاد میکند. مخترق از ناحیه دنقره وقتی که معلمه از شهر کولاب در آزمون بین دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک کرده جای اول را میگیرد. وقتی خوانندگان ما استفاده از اصولهایی که آموزگاران درس میگویند در آزمون‌های بین المللی اشتراک کرده جا گرفته ایستادند، اینها نشانه آن است که معارف ختلان، معارف تاجیکستان پیش رفته ایستاده است. خب مرامت مشخصا شما گفته میتوانید که امروز همکاری ها با والدین چگونه است در ولایت ختلان در با مؤسساتون؟ امروز کودکان امروزه نه کودکان سالهای 80 من وقتی با مؤسسه میان بسیار کودکان علاقه آن اطلاعات بعض دردهای در آنها یار است که از آنها او را جدا کردن بسیار کاری مشکل است. مثلا چی درد آنها را یار؟ مثلا کودکان وقتی کودک خردسال با مؤسسه میاد و شوقی به مکتب اومدن علاقه از دست داده است، چون که پدر و مادر او را با واسطه تلفن‌های موبیلی بعضی امروز چقدر که تکنولوژی پیشرفته داریم و پدر و مادر برای آرام کردن کودک از بعضی اصول‌های استفاده برده است که ذوق کودک را با درسخوانی کاسته گردانده است. همه این مشکلات در به دوش آموزگار می‌افتد. خب یعنی همین مشکلات در ولایت ختلان دیده می شود؟ البته نه در من فکر میکنم نه در ولایت ختلان بلکه امروز درد جهانی باید باشد. خب شما با پدر و مادر همکاری دارید، صحبت میکنید دایر به این مسئله گفتید؟ البته وقتی مؤسسه‌ای که با پدر و مادر همکاری نکنند هیچگاه پیشرفت نمیکنند. نه هر یک پدر و مادر امروز قادر است مهارت تربیت فرزند را دارد. امروز ها باید هر یک استاد را میباید همه وقت با پدر و مادر همکاری زیش داشت، مخصوصا با پدر و مادران جوان مصلحتگر باید استادان باشد.
онҳоро барои тарбияи дурусти фарзанд ҳидоятҳо намояд, ба онҳо маслиҳатҳо бояд диҳад. шумо ҳамчун роҳбари муассиса чӣ тавсия медиҳед ба омӯзгорон ки аз кадом масалан усулҳои замони муосир ба хонанда дарс бидиҳанд? ман қариб ки бо омӯзгорони ҷавон қариб 8-9 нафар омӯзгорони ҷавон қабул кардагем. бештар дар дарсҳои онҳо даромада, дарсҳои онҳоро таҳлил карда, бо усули фаъоли таълим, бо арзёбии хонандагон, бо дарсҳои онҳо таҳлил карда мебароем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 75 ноҳияи Ёвон яке аз муассисаҳои такягоҳии соҳаи маориф дар ҳудуди ноҳия ба шумор рафта, дар он зиёда аз 60 нафар омӯзгор кор ва фаъолият менамоянд ва ҳама рӯза ба хонандагон дарс мегӯянд. қисми зиёди омӯзгорони мо албатта дорои маълумоти олӣ ҳастанд. барои татбиқ намудани раванди таълиму тарбия дар соҳаи маориф, пеш аз ҳама ин дар шароити муосир равона намудани омӯзгорон ба курсҳои такмили ихтисос мебошад ки барои омӯзиши усулҳои нави фаъол албатта заминаи асосӣ мегузорад. ҳама сола дар муассисаи таълимии рақами 75 синфхонаҳо муҷаҳҳаз гардонида мешаванд ки ин барои омӯзгорон барои омӯзиши салоҳият усулҳои нав мусоидат мекунад. дар муассисаи таълимӣ бо усулҳои нав, яъне ба монанди ҳуҷуми мағзи сарӣ, усули салоҳиятнокӣ, кор дар гурӯҳҳо, конференсияҳо, семинарҳо, инчунин дар баробари ин бо истифодаи аёниятҳо ба монанди тахтаҳои электронӣ, зум конференсияҳо гузаронида мешавад ки барои дар сатҳи баланд бардоштани таълим барои хонандагон албатта мусоидат мекунад. дар баробари ин ҷалби хонандагон ба маҳфилҳои доиму амаликунанда аст ки бо усулҳои нави фаъол. дар муассисаи таълимӣ албатта дар баробари дигар синф кабинетҳо синфхонаи лингафонӣ мавҷуд аст ки омӯзгорони мо ба шогирдон бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ, англисӣ дарс мегузаранд ва ин яке аз усулҳои нав мебошад ки ҷалби хонанда дар ин самт бештар аст ва мо кӯшиш карда истодаем ки хонандагонро дар олимпиадаҳои байналмилалӣ омода намоем ва иштирокашонро таъмин намоем. олимони педагогия исбот карданд ки аввал кори тарбияро бояд дуруст баромонем. маҳз кори тарбия дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ бароҳ монда мешавад, яъне ки муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар раванди фаъолияти худ агар оддӣ карда гӯем аз одобу рафтор, суханронӣ, ҳурмати эҳтиром кардани калонсолон равона мегардад ва мураббиёҳо кӯшиш мекунанд ки дар раванди машғулиятҳо аз ин усулҳои нав истифода баранд. яъне ки агар шароити пешшина гирем, мо аз барномаи роҳнамои мураббӣ истифода мебарем, айни ҳол аз барномаи рангин камон истифода мебарем ва шароитҳо дар ин замон беҳтар гардиданд. кӯдаконро забонҳои хориҷӣ меомӯзед? бале, албатта ки дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ истифода аз консепсияи таҳсилоти томактабӣ, яъне ки 18 усули тарбияро фаъолона истифода мебаранд. инчунин дар замони ҳозира истифода мебаранд аз забонҳои русӣ, англисӣ. ҳам ҳаст машғулиятҳо, ҳам гурӯҳҳои русӣ ҳастанд ки дар он ҷо пурра фаъолият ба забони русӣ бароҳ монда шудааст. имрӯз дар муассисаи таълими мактаби президентӣ барои хонандагони болоқӣ дар ноҳияи кушонаи вилояти хатлон раванди дарс аз рӯи методи салоҳиятнокӣ ҷараён дорад. албатта фикр мекунам барои ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҳамаи хонандагон истифодаи ин метод саривақтӣ ва зарурӣ ба ҳисоб меравад, зеро бо истифодаи ин метод хонанда қадаршо дар раванди дарс озод ва барои баланд бардоштани лаёқат, малакаву маҳораташ метавонад ки як майдони бисёр фароғ барои вай имкон медиҳад.
در مؤسسه تعلیمی ما درس‌ها از اصول‌های فعال تعلیم علاوه اصول گروهی، اصول انگیزه ذهنی، اصول صیقل خیرات استفاده می‌شود و فکر می‌کنیم که ما به واسطه در روند درس‌ها اشتراک می‌کنیم. اکثریت خوانندگان در روند درس اشتراک فعالانه نموده می‌توانند که از موضوعی که هنوز از بر کردگیان بیان فکری خود را داشته باشند. مهمترین جزء درس یعنی محرک اساسی روند درس این آموزگار به حساب می‌رود. در بالا اشاره کردیم اگر آموزگار اصیل نباشد نمیتواند که به مقصد درس رفته رسد. البته درس زمانی به مقصد خود میرسد که در آن مباحثه باشد، سوال و جواب باشد و حتما خواننده فکری خودش را اوید موضوعی که از امروز از بر کرده است یا بیان موضوع نو بیان کرده تواند. استعداد این خود چشمه خروشنده است و شخص لازم است که این چشمه را راه این چشمه را کشاید و این شخص البته آموزگار است و در مرکز دریافت و رشد استعدادهای شهر نورک نیز آموزگارانی با تجربه کار و فعالیت می نمایند و با این گونه خوانندگان مشغولیت‌های انفرادی می گذرانند و خوانندگان را در سطح جمهوری بین المللی تیار میکنند و باعث خرسندی است که صف چنین خوانندگان سال تا سال در مؤسسه‌های تعلیمی شهر نورک زیاده گشته ایستاده است. از مشاهده ها برمیآید که خیلی که ما در المپیادهای سطح ولایتی، جمهوری و بین المللی اشتراک میکنیم، شماره خوانندگان با استعداد سال تا سال زیاد شده ایستاده است. مثلا سال گذشته خوانندگان ما اگر در المپیادهای سطح جمهوری 15 جای افتخاری گرفته باشند، سال امسال آنها صاحب 33 جای افتخاری گشتند و در سطح بین المللی سال گذشته آنها 23 جای افتخاری داشتند، امسال باشد صاحب 63 جای افتخاری گشتند. وقتی که درباره اصول تعلیم گپ میزنیم، درباره اصول فعال تعلیم گپ میزنیم، به واسطه من گمان میکنم که اساسگذاران این اصول ها مردم شرق هستند و مردم تاجیکستان امروزه هم هستند. بله. به کدام خاطر؟ وقتی که به پداگوژیکای سعدی شیرازی یا اینکه عموما به مکتب پیشگذشتگان ما نظر میافکنیم، اصول هایی که استفاده میبردن امروز از طرف کدام تشکیلات های با نام نو به ما پیشنهاد شده استادند. درست. مثلا اصول با نام ایست و گذر امروز با نام اصول پیشرفته تعلیم به ما آوردند. اصول پیشرفته تعلیم چگونه اصول است؟ یعنی امروز خواننده باید موفق گردد با اون سبقی که آموزگار میدهد و بعد از خود کردن آن باید به موضوع نو گذرد. این در بعضی مکتب‌های پیلوتی آزمایشی راه اندازی کرده ایستاده است و شاید در آینده این اصول یکی از اصول‌های معمول شود. و اکنون چرا من اصول ایست و گذر کردم؟ وقتی که به تاریخ پداگوژیک نظر میکنیم یا که با من تاریخ مکتبداری نظر میکنیم، آیا در مدرسه های ما این اصول نبود که شخص تا اگر سبق استاد را از خود نکند به درس دیگر او موفق نمی شود، نمیگذرد. من طرفدارم. و بنابر همین سالهای قبلی بعضی نفرانی بودند که مدرسه رو در 5 سال، بعضی در 10 سال، بعضی زیادتر از این ختم میکردند. این نشانه آن بود که وای باید درس را از خود کند، سبق را از خود کند و به موضوع دیگر گذشته. چند سالی که لازم است به او جدا میکردند تا اینکه صاحب علم، صاحب دانش مکمل شود. بله. چی دیگر؟ امروز با نام مناسبت صلاحیت ناک ما شروع از سال 2015 در مؤسسه‌های تعلیمی کشور فعالیت را آغاز کردیم. چی هستین مناسبت با صلاحیت؟ این مناسبت با صلاحیت همون است که خواننده باید دانشی در دست گرفته‌اش را در عمل، در حیات هر روزش استفاده برد، تطبیق کرده تواند. من ساورینسو امام و آموزگاری مؤسسه تعلیمی رقم 7 شهر کلوب هستم. گفتنی هستم که در مؤسسه هایی که تخته های الکترونی هستند نه همه آموزگاران از آن استفاده میبرند و نوبسته از استفاده آن آموزگار میتواند که متد و اصول های خیلی فراوان را در دوام 45 دقیقه که مقرر کرده شده است گذراند. مثلا وی از اصول های بلیس پرسش، از اصول MMD میدانم، میخواهم دانم و دانستم و اصول کلاستر، اصول دیاگرام وین، معما گذاری استفاده برده میتواند که در انگیزش ذهن کودک خیلی تاثیر مثبت میرساند. وقتی که
آموزگار آغاز میکند درس را میتواند که یک معمای گوید اوید به موضوع و کودک الکی به فکر کردن فرو میرود و همه کودکان در این فعال میشوند چون که آنها فکر میکنند و باید که جواب گویند. بعد یکی آغاز پرسش وظیفه خانگی میشود، آموزگار به واسطه سوالگزاری از همه خوانندگان میتواند که جواب گیرد و در بیان موضوع وقتی که او بیان موضوع رو گفت و من بیان کرد در دوام درسی مستحکم کنی میتواند که از کلاستر از دیاگرام ایون فراوان مثلا استفاده برد. در آغاز بیان موضوع باشد از جدول MMD میدونم میخواهم دانم دانستم استفاده برده میتواند که این نه تنها کودک بالای وقت بلکه تمام کودکانی که مثلا اگر که مثلا خواهش هم نداشته باشند آنها در این درس فعال میشوند و یک جمله یا دو جمله گفته میتوانند. پیش از آن که ما با تهیه همین موضوع البته کمر بستیم، گروه ایجادی یکم پرسان شدیم از بعضی شهر و ناحیه های ولایت ختلان که ایشان از نورسایی متخصصان یعنی آموزگاران صاحب کسب گله کردند. یعنی که گفتن آموزگاران مثلا فنهای زبانهای مثلا خارجی انگلیسی روسی کمتر است، مثلا آموزگارانی که کسبیت بلند در سمت مثلا متماتیکا و فیزیکا دارند در بعض شهر و ناحیه ها کمتر است. دایر به همین مسئله چون شما نماینده معارف هستید و البته به شهر و ناحیه ها سفر میکنید، من گمان میکنم که شما هم به این اندیشه ما روزید و عمیقاً پاسخ میگوید. باید آموزگار یک نفری باشد که و از همه چی، از دانش، از متدیکای تدریس با خبر باشد. ولی متاسفانه هستند بعضی موضوعهای، بعضی مؤسسه هایی که ما نیاز به معلمان صاحب تخصص داریم. این چنان که ما قبلا اعتراض بیان کردیم، مثلا ولایت ختلان اکثرا مناطق کوهی هستند و دهه های در آنجا هست که تعداد هم خواننده هم آموزگار و همزمان خود مؤسسه تعلیمی به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نه بلکه مؤسسه تحصیلات ابتدایی و اساسی فعالیت کرده است. وقتی که در موضعی که در مکان در مؤسسه خواننده کم است، البته صنف‌ها کم میشوند و تعداد بعضی درس ها در اونجا نهایت کم هستند. مثلا درس سرود و موسیقی همگی 4 یا 5 ساعت، درس تعلیم مهنت اگر در یک صنف 1 ساعت باشد شاید همگی 10 یا 9 ساعت درس می شود. و همین منوال فنایی هستند که برای آنها دریافت کردن متخصص نهایت دشوار می شود و بنابراین که مسافه مؤسسه‌های تعلیمی خیلی دور جایگیر هستند، یک آموزگار صاحب تخصص نمی تواند که در یک چند مؤسسه تعلیمی از اون درس سبق آموزد. بنابر همین در مؤسسه‌های تعلیمی دهات اکثرا غیر اختصاص درس دادن آموزگاران این دیده می شود و معلم زبان ادبیات وابسته کردن درس سرود و موسیقی و معلم شیمی بیولوژی وابسته کردن درس تعلیم مهنت و معلم شاید یک کسب دیگر وابسته کردن یک فنایی که در اونجا کم هستند این مشاهده می شود. وقتی که با آموزگاران این درس ها رو وابسته میکنن، من اطمینان دارم که خواه و نخواه از اون فن اون خواننده اون دانشی که میخواهد گیرد یا اینکه نیازی که دارد معلم قناعتمند کرد نمیتواند. و من گمان دارم که در آینده دانشکده های تکمیل اختصاص نه اینکه فقط یک تکمیل اختصاص بلکه این چنین باز آموزی را براه میمانند و این مشکلاتی که ما داریم رفع میگردد. چیز دیگر را قید نمودن ضرور است که در مؤسسه های تعلیمی نمودی نو که اکثرا پیدایش دادن این مشکلات ها قریب که دیده نمی شود و چنان که معلمه قید نمودن در اونجا آموزگاران جلب می شوند که به واسطه آزمون از جهت مهارت خیلی معلمان خوب هستند. بنابراین به این مؤسسه های تعلیمی نمودی نو جلب کرده
میشوند. مؤسسه ما که یکی از مؤسسه‌های کلانترین ناحیه است، ما حرکت میکنیم که یگان ساعت درسی به آموزگار نماند، چون که 2300 نفر خواننده است، از آنها 60 نفرشان در انکشاف کودک و باقی موندهش همش خواننده از صنف 1 تا 11 می باشند و متخصصان تجربه دار زیادند. معلمانی هستند که با کودکان با اصول درس میدهند که اصول فعال تعلیم است. با اصول درس میدهند که کودک در 5 دقیقه میتواند تا 10 مصرع غزل رو اذیت کند. ممکن با کار میان با دل گرم نه، ممکن میان با قلبی آموزگاری نیستند. آنها در یک مدت کوتاه میتوانند از یک رفتار نادرست خواننده، از یک مناسبت نادرست والدین از مؤسسه دل مانده شوند. این یگان جای پنهانی نیست، باید ما روی راست گپ زنیم. هر یک گپ رو یعنی کسبیت خویش رو واقعا به طور عمیق دوست نمیدارن. دوست نمیدارن برای که مطالعه کردیم، سنجیده برآمدیم زیاد هستند نفرانی که دانشگاه رو ختم کردن، آموزگاران زبان انگلیسی، آموزگاران فنهای دقیق ریاضی، لیکن در جای کار نیستند. چرا این بیچون و چرا نیستند؟ حیران می شود، شخص حیرتی می شود. معاش نقص، غمخوری های خوب، کسب پر افتخار، حتی از خارج کشور نمی توانند معاشی که در همین جا می گیرند. وقتی که 30 ساعت درس دارند، وقتی که راهبر صنف دارند، وقتی که معلومات عالی کاتگوری عالی دارند، تا 3200 معاش می گیرند، از خارج کشور همین را فرستاده نمی توانند. درست است. بله. در لیسه که ما فعالیت میکنیم، کار میکنیم، نرسیدن کادر متخصص مشکلی ایجاد نمیکنه، چون که ما در مؤسسه معلمان بهترین از دانشگاه ها دعوت کردگیم. این چنین معلمانی که طریق آزمون فعالیت دارن به خوانندگان هم تعلیم هم تربیت خوب میتین. مثلا معلمان زبان ادبیات توجیک، زبان روسی، زبان انگلیسی، از فنهای دقیق ریاضی که ما از روی رویه ریاضی طبیعی فعالیت داریم در لیسه کار میکنند. مثلا سلیمان عبدالقهار که این سال و همچنین معلم سال تاجیکستان اعلان شد، ما از این افتخار داریم. و ماه گذشته معلم ما از فن متماتیک در آزمون معلم سال تاجیکستان سزاوار جای اول گرفته، با دور ولایتی راه خط گرفت. یعنی مشکلی نیست در این سمت؟ مشکلی همین است که هر یک پدر مادر آرزو دارد که فرزند به اینجا بیارد. در حقیقت ما قبول میکنیم. خواننده‌ای هستند، خواننده‌ای که از مکتب پدر مادرها میگه در اون مکتب با بهای 5 اعلی فرزند من میخواند، بیاید این قناعت بخش ما را نمیکند، ما باید با مکتبی باز و خصوصی یا که مکتب دیگر مکتب‌های نمود نو بریم. البته میارن در اینجا اونا قناعت بخش میشن، لیکن پدر مادرانی هستن که فرزندشون در اون مکتب‌های عمومی اونقدر فعالیت ندارن و با اون مقصدی که گویا که خیلی که در پیش میگفتن محو بیسوادی شاید در همین لیسه‌ها و تعلیم و تربیت خوب گیرد. لیکن در حقیقت ما کوشش میکنیم که اندکی باشد و بدخوان باشد میانه خوان شود. و من از اصول‌هایی که در اینجا گفتم همه اصول‌ها را ما استفاده میبریم. تخت‌های الکترونی داریم، هم فن‌های دقیق هم فن‌های گومانیتری استفاده میبرند. و یک چیز از اون باید قید کنم که معلمان و خوانندگان لیسه هر ماه یعنی که هوسمند کننده میشوند. در لیسه ما همین خیلی است، یکی معلمی که فعالیت خوب دارد یعنی که وی هوسمند نگردونیم. خوانندگان رو نیز هر هفته با افتخارنامه، گرامات و دیگر تحفه‌های خاطروی قدردانی میکنیم. این است که شما گفتنید که مثلا اون افتخارنامه‌ای که شما هر هفته در لیسه میدید در مکتب‌های میانه نمیتین؟ میتین، البته میتین، باوری است که میتین. این همین زحمت معلمان ما بودن که امسال علاکه 32 نفر از یک لیسه ما در شهر کولوب راحت به دور جمهوریوی گرفت. اکثر وقت از ما از فنهای دقیق تنقیص میکشیم، چون که فن گئوگرافیا، فن متماتیکا، فیزیکا متخصصان نمیرسند و
همین نورسایی شاید که امو پسروی دانش خواندن شاید از نورسایی متخصصان باشد. لیکن من یک عقیده دارم، من گفتنی هستم که اگر آموزگاری که وای اصیل است درس میدهد، نوبسته از آنی که کدام فن رو درس میدهد، اگر از بالای خود کار کند، خود آموزی کند و میتواند که بهترین متخصص در همین فن باشد. چون که کورس های تکمیل اختصاص است که وقتی که وای غیر اختصاص داخل می شود، مثلا غیر اختصاص درس می دهد، وای می تواند که در کورس های تکمیل اختصاص دانش خود را تکمیل دهد، از بالای خود کار کند و از تمام متد و اصول ها استفاده برده خواننده درس دهد. در مؤسسه تعلیمی مکتب پرزنتی برای خوانندگان بلوغ در ناحیه کشورین ولایت ختلان همساله در ماه آگوست آزمون قبول آموزگاران و مربیان تشکیل و برگزار می‌گردد. مقصد اساسی تشکیل آزمون این معین نمودن آموزگاران بلوغت یعنی کسبیتشان بلند داشته است، زیرا که در مؤسسه تعلیمی ما اکثرا خوانندگان بلوغت تحصیل می‌کنند. بله، آموزگار در کار است که بلوغت بلندش تواند که در تمام آزمون و المپیادهای هم در سطح جمهور و هم در سطح بین‌المللی خوانندگان را آماده کند. و نورسایی کادری در مؤسسه تعلیم عموما به نظر نمیرسد و پروژه تامینات کادری در مؤسسه تعلیم ما تامین کرده شده است. راستیگه در اینجا برادران سخن کردند که در شهرها فعالیت دارند. گیمنازیای ما در یک دهاتی ناحیه مومن‌آباد فعالیت دارد و نورسایی کادرها در همه مؤسسه هایی که تعداد خوانندگانشان کمتر است، از فن‌هایی که در مؤسسه در برنامه تعلیمی ساعت‌های کم جدا شده‌اند، نورسایی آموزگاران میرسد. چون که آموزگار برای 4 ساعت درس سرود و موسیقی آمده درس نمیگوید در مکتب. آموزگاران را از مکتب‌های گوناگون به مکتب‌ها جلب میکنند و خواه و ناخواه همین گونه از فن‌های تعلیمی مهنت، فن‌هایی که صنعت تصویری، فن‌هایی که در برنامه تعلیمی ساعت‌های کم جدا شدن، نورسایی آموزگاران میرسند. و امروز اگر به سوال‌های پیشینه کمتر نظر اندازیم، جمهوری تاجیکستان در عرصه جهانی شوی قرار دارد و همه اون پرابلم هایی که امروز در جهان است در ما خواه و ناخواه میآیند و با ابتکارات پیشوای معظم ملت انا همون نظری نیکی که به ساحه معارف اندوخته شده است، ما راهبران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی خواه تیپ نو باشند خواه مؤسسه‌های همگانی وظیفه‌دار هستیم و لازم است ما را که انا همون جنبه‌های نورسایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی را با ابتکارات خویش از دید نو عملی کرده باشیم. اگر دقت کرده باشیم با متدولوژی تعلیم مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری تاجیکستان طی چند سال اخیر یک چند متد و اصول‌ها جاری کرده شد. اصول‌های قدم به قدم، اصول فعال تعلیم و در عین زمان اصول صلاحیت نوکی یا که با صلاحیت می شود و صلاحیت نوکی می شود. صلاحیت نوکی با آموزگار داخل دارد، مسئولیت را طلب می‌کند. آموزگاری که از دانش خویش در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی مسلح نیست، یعنی او صلاحیت دادن همین دانش را ندارد، او را هم لازم است که از بالای خویش کار کند. و خواننده‌ای که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی از آموزگاران سبق میگیرد، او انا همون مصلحات خویش یعنی صلاحیت دانش داشتگیش رو در روزهای آینده باید عملی کرده تواند. همه همین اصول‌های هستند که از ماست که بر ماست، اون چیزایی هستند که کهنه ما رو امروز نو کرده با ما پیشنهاد نموده ایستادند. در مؤسسه که من فعالیت میکنم نورسایی کادرها نیست. من یک چیز رو میخوام که قطع کنم که این چنین نورسایی کادرها به خود راهبر نیز وابسته است. وقتی که راهبر با صمیمیت، با مهر، با انمون آموزگاری خود مناسبت کند و راههایی که وقتی که جوان میبیاید البته وای جوان است و یک صنف میدراید و وقتی که با یک کاری نادرستی بعضی شاگردان و خفه شده از صنف میبراید و نزد من میاد معلمه من در همین صنف در آمده ما همین خواننده به من همین خیلی کمتر ناراحت می شود و راهی درست رو با یک صمیمیت با یک راهی خوب رو پیش گرفته به
آن کادری جوان میفهمم. اما امروز من شکر میگویم که در مکتب من نارسایی کادری نیست، لیکن جوانان هستند. ما امروز آن شخصیتانی هستیم که جوانان رو به راه خوب تربیت کنیم که کسب امروزه را دوست دارند، به خاطر زندگی نه، به خاطر دوستداری کسب، به خاطر آن که مادر و پدر والدین کودک خود را، گنجینه بی‌بهای خود را به ما باور کرده سپرده است. هیچ وقت ما باید خطا نکنیم. چیکار باید کنیم؟ از کدام اصولهای زمان معاصر کار بگیریم تا خواننده ما واقعا دانشمند شود، نسل نورس و جوان ما دانشمند شود و دیگر گله نکنیم از نرسیدن نارسایی کادرها و قدم به قدم به سوی موفقیت ها و پیش برویم و توانیم که سهم ارزنده خیش را در رشد تاجیکستان جانمون وطن اجدادیمون گذاریم و چون فرزندان همین وطن خدمتگزاری رشد و آبادی دیارمون باشیم. آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی از متدهای نوی معاصر استفاده میبرند، چون از جمله من اصول MDD گفتند، کلاسر، انگیزش ذهن. در هزینه اولی تحصیلات در دوره الف با من کدام لباس به من میزیبد، از چنین اصول ها استفاده میبرند آموزگار. ثمره استفاده این اصول ها است که امروز در مؤسسه تعلیمی رقم 10 ناحیه جلال‌الدین بلخی به واسطه آموزگاران استفاده میبرند و در آزمون ها، در المپیاده های فنی سزاوار جایهای نمایان میگردند. از جمله در مؤسسه تعلیمی رقم 10 ناحیه جلال‌الدین بلخی در آزمون جمهوریوی مصنوی خوانی در دور نهایی، در دور جمهوریوی خواننده صنف 9 این مؤسسه سزاوار جای اول گردید. اینچنین خواننده صنف 9 سزاوار جای سیوم. دو خواننده این مؤسسه در دور جمهوریوی سزاوار جایهای نمایان گشتند. این هم به واسطه استفاده بردن آموزگار از اصولهای فعال تعلیمی باشد. یکم عاملی که بر رشد دانشگیری خوانندگان ما تاثیر میرساند این به واسطه از طرف آموزگاران دانستن، یعنی تکمیل مهارت کسبی خود را همه وقت در جای اول گذاشتن، یعنی رشد منتظم یا که رشد متصل کسبی خود را باید در درجه اول مانند. در اکثر کشورهای جهان تکمیل اختصاص این به واسطه یک هوسمندی است برای آموزگار. قریب همه ساله آنها از کورس‌های تکمیل اختصاص میگذرند با خواهش خود یا اینکه با در درجه کسبیت آنها برای خوب آوردن قریب همه ساله میگذرند. و جناب عالی هم در برآمدشان از 5 سال به 3 سال پیشنهاد نمودند که آموزگار ما باید تکمیل کسب نماید. این هم من باوری دارم که در آینده یک عامل خوبی می باشد. و ثانیاً با تشبث جناب عالی راه اندازی شدن آزمون‌های گوناگون در سمت فن‌های گومانیتری، آزمون فروغ سوب دانایی کتاب است، در فن‌های دقیق علم فروغ معرفت، در عموما مهارت‌های کسبی شاگردان تاجیکستان وطن عزیز من، این آزمون‌های میباشند که یک هم توجه جناب عالی نسبت به علم آموزی دانشگیری، هم از جهت دیگر کشادن راه به نسل نورس برای رسیدن به قله‌های از این هم خوبتر. و از آن که قید نمودم که تعداد خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی ولایت ختلان، تعداد آموزگاران در ولایت ختلان خیلی زیاد هستند. ما مأموریت راهبریت معارف ختلان را، مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها را ضرور است، لازم است و ما وظیفه‌دار هستیم که در این سمت، در سمت رشد معارف باید همیشه توجه کنیم، زیرا یک قدم پیش گذاشتن معارف ختلان این یک تکمیل یا یک نشانه پیشروی در ساحه معارف جمهوری می باشد. سلامت باشین. تشکر. با ابتکار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان آزمون گوشه خوانش تشکیل گردیده بود و ما آموزگاران با صاحبکاران توانستیم در مؤسسه خود یک کتابخانه جالب با نام صندوقچه مروارید
роҳандозӣ кунем. теъдоди зиёди китобҳо дар он ҷо дастрас шуд ва хонандагони мо тавонистанд дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст сазовори ҷойҳои намоён гарданд. масалан ҳамун рисолати бузурги омӯзгорони вилоят буд ки хонандагони вилояти хатлон дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни аттестати аълои универсалӣ ба гирифтани 18 аттестати аъло мушарраф гардиданд ки ин дар даврони соҳиби истиқлолӣ ин хеле ҳам як нишонаи назаррас ба ҳисоб меравад ва инчунин хонандагони вилояти хатлон дар даври ҷумҳуриявӣ олимпиадаи мактаббачагон ба гирифтани 669 медал мушарраф гардиданд. дар даври байналмилалии олимпиадаи мактаббачагон ки ба тариқи фосилавӣ баргузор гардид, хонандагони вилояти хатлон тавонистанд ки иштирок намуда донишу маҳорати малакаи худро санҷанд. аз ҷумла 2 нафар хонандаи вилояти хатлон дар озмуни байналмилалии ҳипо ки дар давлати англия баргузор гардид тавонистанд иштирок намоянд ва дониши худро сайқал бидиҳанд ки яке худоиқулова омина сазовори ҷои дуюм ва дигаре аз литсеи яги восе ва яке аз абубакри ҳофиз хонандаи синфи даи литсеи рақами 2 шаҳри кӯло тавонистанд ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. инчунин аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарами эмомалӣ раҳмон озмунҳое ки роҳандозӣ мегардад ба хотири дарёфт ва ҷалби хонандагони беҳтарине ки роҳандозӣ карда шудааст ки ва мо метавонем тавассути ҳамин гуна озмун ва маҳфилу викторинау чорабиное ки ҳастанд имрӯз аз ҷониби омӯзгорон роҳандозӣ мегардад дарёфт намоем ва дар минбаъда онҳо дар самти рушд ва инкишоф роҳандозӣ намоем. بار دیگر همه شما رو خوش آمدید میگویم به مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه و یک عالم سپاس برای اشتراک فعالتان و سپاسهای فراوان دیگر برای بیننده که همین حال ما رو تماشا کردن و امیدوار هستیم که از برنامه ما برای خود برداشت کردن. اگر همین گونه باشد این اقبال و موفقیت ما گروهی ایجادی است. با شما بودم طول چند دقیقه من سعید انوری بابا جان و آموزگار رو احترام کنید، کتاب رو دوست بدارید. انسانی که کتابخوان است رو به کتاب میآورد، زندگیش رنگ دیگر دارد و زیبایی رو در زندگی دیده میتواند. برای شما روزگار خوب، زندگی آسوده و تن صحت آرزو میکنیم با امید رشد، صلح و ثبات و امن و امنیت در کشور اجدادیمان تاجیکستان آفتابی. تا دیدار نوبتی عزیزان، خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.